دوستان عزیزم سلام، به کانال ایران هیستوری خوش اومدین. امروز میخوایم با هم درباره یکی از موضوعات جذاب در تاریخ سینمای ایران صحبت کنیم. قصد داریم به عنوان یک سفر به گذشته به سینمای ایران قبل از انقلاب سر بزنیم و پوسترهای فیلمایی که در اون دوره تولید شدن رو با هم تماشا کنیم. حتما اصطلاح فیلم فارسی رو شنیدین. فیلم فارسی اصطلاحیه که در مورد فیلم‌های ایرانی قدیمی و فیلم‌های سینمای عامه‌پسند ایران به کار برده می‌شد. فیلم‌های گیشه‌پسند با مضامین عاشقانه یا خنده‌دار که عناصر مشترکی داشتند. این فیلم‌ها در شرایطی ساخته شده بودند که امکانات فیلمسازی در ایران در حالت محدودی بود و سازندگان بیشتر به فکر تجارت و فتح گیشه بودند. البته این فیلم‌ها تونستن بازیگران توانمندی مثل فردین، همایون، تقی ظهوری، مهدی فخیمزاده، ناصر ملک مطیعی، سپیده، ایرج قادری، انتظامی، شهلا ریاحی، کشاورز، جمشید مشایخی، فخری خورش، داوود رشیدی، گوگوش، وحدت، شهناز تهرانی، علی میری، بهمن مفید، ارهام سعد، سعید راد، نوشافرین، فروزان، مرتضی عقیلی، شورانگیز، بیک ایمانوردی، بهروز وثوقی و صدها هنرمند ایرانی دهه 30، دهه 40 و دهه 50 رو به همه معرفی کنم. فیلم فارسی همچنین با اسمای دیگه هم شناخته میشد. فیلم فارسی به نام‌هایی مثل فیلم قدیمی ایرانی، فیلم قدیمی، فیلم فارسی ایرانی، فیلم ایرانی قبل از انقلاب هم معروفه. همیشه سینمای قبل از انقلاب فیلم‌ها و طرفداران خاص خودشو داشته. راستی توی کامنت ها برام بنویسین که کدوم یکی از این فیلم‌ها رو دیدین یا از روی پوسترش علاقه‌مند شدین که اون رو ببینین. خب برگردیم به ادامه ویدیو. اواسط دهه 20 شمسی بود که سینمای ایران کم کم شکل حرفه‌ای به خود گرفت و به واسطه تعدادی سرمایه‌گذار سرگرمی تازه‌ای برای قشر مرفه ایران پیدا شد و تا سالها فیلمایی که ساخته میشد بعضا فاقد ارزش هنری بودند. دنیای فیلم فارسی به جز موارد خاص و فیلم‌های استثنایی معمولا داستان‌های زرد داشت و صحنه‌های کاباره و رقص به وفور در آنها پیدا میشد. البته سینمای قبل از انقلاب آثار خوب و خوش‌ساخت بسیاری هم داره که بیشتر محصول دهه 40 و دهه 50 هستند و اکثر کارگردانان بزرگ سینمای ایران هم کار خودشون رو از همین سالها آغاز کردند. کارگردانانی مثل مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی و خیلی‌های دیگه که سعی کردن شیوه مرسوم فیلمسازی رو تغییر بدن و فیلم‌های جدی‌تر با موضوعات قابل تأمل بسازن. این فیلم‌ها بعدها به موج نو سینمای ایران معروف شدند. سردمدارانش 2 فیلم قیصر و گاو بودند. در دهه 1330 پیشرفت سینمای ایران ادامه پیدا کرد و در نمونه شهلا ریاحی با ساخت فیلم مرجان به نخستین کارگردان زن ایرانی تبدیل شد. در این دهه انیمیشن وارد ایران شد و اولین تلاش‌های ساخت انیمیشن ایرانی در اداره کل فرهنگ و هنرهای زیبای تهران صورت گرفت. اولین فیلم کوتاه انیمیشن در ایران توسط اسفندیار احمدیه با عنوان ملا نصرالدین در سال 1336 ساخته شد. اسماعیل کوشان، ساموئل خاچیکچیان، هوشنگ کاووسی، فرخ غفاری فیلمسازان مطرح در این دوره به شمار میان که از بین اینها اسماعیل کوشان در تثبیت جریان سینمای تجاری عامه‌پسند ایرانی مرسوم به فیلم فارسی نقش عمده‌ای داشت. سینمای قبل از انقلاب 57 متأثر از 2 جریان فیلم فارسی و موج نو پیش میرفت. فیلم‌های فارسی که از نظر کمیت صاحبان اصلی مارکت سینمای ایران بودند، در پی نمایش قصه‌های عامه‌پسندی که مخاطبان رو سر کیف و شادی می‌آوردن ساخته می‌شد. در مقابل این نوع از فیلم‌های فرح بخش و شادی‌آور، جریان سینمایی موج نو شروع شد. جریانی که فیلم‌هاش در پاسخ به جریان فیلم فارسی ساخته می‌شدند و بیشترین توجه خودشون رو روی تیرگی‌ها و نمایش زشتی‌ها معطوف کرده بودند. فیلمسازان این جریان ساز مخالف رو برداشته بودند که در مقابل درونمایه‌های جریان اصلی حاکم بر سینما، قهرمان‌هایی با سرنوشت‌های تلخ رو به تصویر بکشند. حالا با هم اسامی 10 فیلم برتر سینمای قبل از انقلاب رو مرور می‌کنیم. فیلم گوزها به کارگردانی مسعود کیمیایی، فیلم رگبار به کارگردانی بهرام بیضایی، آرامش در حضور دیگران به کارگردانی ناصر تقوایی، فیلم قیصر به کارگردانی کیمیایی، گاو کارگردانی داریوش مهرجویی، طبیعت بیجان
به کارگردانی سهراب شهید ثالث، فیلم دایره مینا به کارگردانی داریوش مهرجویی، سوت دلان علی حاتمی، کندو فریدون گله و فیلم داش آکل به کارگردانی مسعود کیمیایی. بهتون پیشنهاد میکنم این فیلم‌های قدیمی رو اگه ندیدین حتما دانلود کنید و ببینید. سال 57 سال پایان سینمای فیلم فارسی که مصادف شد با پایان حکومت پهلوی، 16 فیلم ایرانی در فرصت 7 ماهه روی پرده اومدن. در شرایطی که 3 گروه سینمایی که به شکل سنتی فیلم ایرانی اکرام میکردن، اغلب به انبوه سینماهای نمایش دهنده فیلم خارجی پیوسته بودن. آثاری روی پرده اومدن که بعید بود در شرایطی بجز دوران ملتهب سال 57 امکان اکرام پیدا کنند. دایره مینای مهرجویی از توقیف 3 ساله بیرون اومده بود و به همراه مرثیه نادری و گزارش کیارستمی و سپر سنگ کیمیایی و کلاغ بیضایی جمع مد نوعی ها رو کامل میکرد. در این بین سفر سنگ با توجه به مضمون انقلابی که داشت بیشترین بهره را از فضای ملتهب جامعه برد و بعد اقبال‌تر از همه هم فیلم کلاغ بود که 3 آبان 57 در سینما بلوار اکران شد و فقط بعد از 3 روز از نمایش عمومیش با تعطیلی سینماها پروندهش بسته شد. امیدوارم که این سفر به گذشته شما رو به دنیای جذاب سینمای ایران قبل از انقلاب ببره. اگر از تصاویر این ویدیو لذت بردین لطفاً لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و نظرات خود رو درباره این دوره فراموش نشدنی سینمای ایران با بقیه به اشتراک بگذارید تا در ویدیوهای آتی دوباره ببینمتون. متشکرم.